دادگاه نوی اکتبر شهر سنت پتربورگ روسیه روز 12 ماه سال 2024 درخواست تفتیشات را قانع ساخته رامچو قربانوف 44 ساله را تا 9 ایول به حبس پیشکی گرفت. قربانوف که زاده تاجیکستان و شهروند روسیه بوده در شرکت تاکسی همچون راننده اتوبوس کار میکرد. بر اساس قسم 5 ماده 264 کودکس جنایتی روسیه به مرگ مسافر اتوبوس از بی‌احتیاطی عیبدار می شود و بر اساس این بند قانون به او تا 7 سال زندان تهدید می کند. عیبنامه به ضد رامچو قربانوف روز 11 ماه اعلام گردید. روز جمعه 2 ماه اتوبوس تحت اداره این راننده تاجیک با 8 مسافر در روی پل بوسه ها در دریای مویک چپه شد و در نتیجه 7 مسافر جان دادند. بنا به گزارش کانال خدمات مشترک مطبوعات دادگاه سنت پتربورگ در شبکه تلگرام، رامچو قربانوف در جریان بازپرسی‌ها از کردار خود از اینکه اتوبوس را با ترمزهای ویران رانده است اظهار پشیمانی و به نزدیکان قربانیان اظهار همدردی کرده از آنها عذر پرسیده است. قربانوف گناهکار بودن خود را به گردن میگیرد. به اطلاع این منبع در دادگاه از راننده تاجیک 2 ادوکات حمایت میکنند و یک ترجمه نیز جلب گردیده بود. همچنین معلوم شد که خود رامچو قربانوف نیز هنوز سال 2005 دانشگاه را ختم کرده دیپلم حقوق شناسی داشته است. خدمات مطبوعات دادگاه پتربورگ گفت تفتیشات به درخواست حبس قربانوف اصرار ورزید و عیبدار کننده دولتی نیز در مرافعه از این درخواست پشتیبانی کرده است. اما ادوکات‌های قربانوف خواستار به حبس خانگی فرستادن او شدند. از جانب کارفرما ویران شدن حقوق مهنت قربانوف را سبب صدمه پرقربانی نامیدند. در همین حال بنا به خبرهای رسیده ادوکات اول تاکید کرده است که در پرونده تا حال نتیجه های تشخیص ترمزهای اتوبوس نیست و اگر معلوم شود که ترمز کار نمیکرد پس عیب راننده نیست. ادوکات دوم با تکیه به دلیل هایی که چون شهروندی روسیه را داشتن و قبلا سود نشدن، 3 فرزند و قرض هیپوتک داشتن قربانوف به انتخاب چاره پیشگیری سبکتر پای فشاری کرده است. در همین حال بنا به خبرهای رسیده تفتیشات نیز به فرضیه در این صدمه پرقربانی عیب داشتن مسئولان شرکت تاکسی که قربانوف نیز در همان کارخانه راننده اتوبوس بود برتری میدهند. قبلا همسر رامچو قربانوف اظهار داشت که شوهرش یک روز قبل از حادثه 20 ساعت کار کرده بود و ساعت 2 شب 2 ماه از کار به خانه برگشت، ولی الکی ساعت 7:30 یعنی همگی 5 ساعت از جای کارش زنگ زده بیدارش کردند و امر دادند که به کار برآید. روز 12 ماه در پتربورگ سردار افتکالان شرکت تاکسی که در این کارخانه از جمله برای تقسیمات کار و استراحت رانندگان جوابگر بود، روز 12 ماه در پتربورگ سردار افتکالان شرکت تاکسی که در این کارخانه از جمله برای تقسیمات کار و استراحت رانندگان جوابگر بود بازداشت کردید. به او بر اساس قسم 3 ماده 238 کودکس جنایتی روسیه برای خدمت رسانه‌ای که جوابگوی قاعده های بیخطری نیستند و باعث مرگ چند نفر شد تا 10 سال زندان تهدید میکند. تفتیشات میگوید راننده اتوبوس چپه شده در دوام چند روز وقتی کافی برای استراحت ندادند. همچنین معلوم شد که شرکت تاکسی در وقتهای آخر برای ویران کردن قاعده های مسافرکشانی 23 مرتبه جریمه شده بود و مبلغ جریمه هایش به 3.6 میلیون روبل میرسد. در ویدیوی از جای حادثه از جمله از داخل اتوبوس نشر شده دیده می شود که اتوبوس تحت اداره راننده تاجیک در پل بوسه ها به طور ناگهانی از مسیر خود بیرون رفته به سمت مقابل می براید و چند ماشین را زده سپس پنجره پل را می شکند و به در می افتد. راننده و چندی از مسافران بعد چند لحظه از زیر آب می برایند، ولی راننده در چنان حالت شوک افتاده بود که چیزی را نمیفهمید. چندی از راهگذر از جمله کاپیتان کشتی سیر و گشت و 3 زاده داغستان به کمک شتافته مسافران را از اتوبوس بیرون کشیدند. این حادثه فوجوی دیگر باره بده که سیاستمداران مهاجر بدبین در روسیه روغن ریخت. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین طلب کرده است که تا کجا به طور قانونی شهروندی روسیه را گرفتن رامچو قربانوف را تفتیش کنند. رهبر حزب سپراودلیوی روسیه سرگئی میرونوف باشد بار دیگر دعوت کرد که در نقلیات جمعیتی کار کردن مهاجران را منع کنند.